بره چه السلام علیکم لبای شکر نه میشه رحمت گشته میگم که یک ماه همین گو مولی ما در همین زمینای خود چریده گشته سای هزار رحمت لکه میگم نمی یک توفه کنم که ده حق ما یاد دعا کنی همسایه آخه ما تا بگر در سر زمین نیستم ما بگر خونه میرم یک گلمخ نیوردی با ببندی آخی در همون سر زمین همون بستنگی آخی اکا من بنازدیکی توی دارم نصیب باشه در توی مگم بزنم تا نه که همین توفه که من بگی قبول کن آشد شوا آخه همسایه آخه ما زمین در اختیار دادم ها آخه نه که این طرفش با گندم میکارم اکا من همون جایی خونگی ده ببنده که التماس اکا ماله تو ماده علاق دریده ندادی کو همین بودم در همین زمین ها چرانده خیلی با همین ما همین یک واقعا همین توفه ما گنده نگاه کنی برای چرا بی تا همین آشد شیدگیه تمام همسایه همین ما شما ده حیران میشم زمین در اختیارتون دادم ها گوه تا چرانده سی با خودم مال باشم شما ده مثل تا گلمخم آخی مرا گاو تو زورم نمیرسه همین بگی آشد شیدگیه هیچ چکلی آدمی تو ما برو اکا ایجی بیا اکا این همین اکم قطی مصلحت کنه این همین اکم بانی میکنه گوه هم گوسفندات هم همه در همین زمین بانی میکنه بگم السلام علیکم لبای تینجه نظر مد اکا ها همین میگم که همین یک ماهی که همین مولی من همین چرده است میگم همین توفه این مگه گاو بیار من زورم نمیرسه بست فهمیدم شما همین کشت خوردنی اینا ما یعنی رحمت که مرا دعوت کردین دیگه پدر مادرتون رحمت ما یک نمک فروش اونجورا سودا کردم همین قجداتی کردن این نمک ای حسابی ما بکشین بخورین آشتون شما هزاران رحمت رحمت اکا بروی آشتون شما خیر آشتون شما ما بگی آخی ما بگی این بگی برای خود بانی که ایشم آخی با ایشم دامه میتک بانی که همین هم آخه توفه آخه بگی همین هم اینخلو دیم اینخلو آخی اکا آخی ما بیگه خانه میرم دایی دشت آخی یورو کی یگون کس میبره آخی بگی بر آخی بگی ما ایشم بگی بر همون پیش همون ببند یک گلمخ میو ببند آخی همین گوه مال بگیرم تو همین دادم بگی شکرانه که آخی زمین دادم تو نه چی میفرد هم گوه مال موسفه دیگه بیا چه مرگی این همین گفزن این همین خراولن بگو چی گفتنی بگو تام بابی بگو که نمیره تام بگو همین توفه میکنه میگه گوه بیار موسفه گفزن این همین خراولن فهمیدی مصلحت کنه من زمین در اختیارش دادم میگه که با گوهای بالای مرا بانی کن من وقت ندارم ما اصلا پول چه مصلحت کنه بگی بانی کن بس خب دیگه صد گپی دیگه که بدن ما دیگه پیشی او کمپیر لقی گشت نمیرم اینجا